سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. خدمات جاسوسی طالبان شهروندان تاجیکستان را در قتل والی بلخ ایبدار کرد. هیئت طالبان بار اول از تاجیکستان بازدید کرده است. یک شهروند تاجیکستان در المتا با بیش از 100 کیلو هیروئین به دست افتاده است. اعتراضهای طرفداران اپوزیسیون تاجیک در برلین. خبری در ازبکستان کشف شدن داروی ضد سرطان دروغ بوده است. بر اساس ارزیابی‌های آخرین در زمین لرزه شب 23 مارت نزدیک 370 خانه ویران شده است. هلاکت 5 نفر در 4 صدمه مرگبار در کولاگ و واسه. و اکنون تفصیلات خبرها. خدمات جاسوسی حرکت طالبان که 1.5 سال پیش حکومت را در افغانستان به دست خود درآورد اصرار داشت است که در عمل تروریستی روز 9 مارت که در آن والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ در شمال افغانستان محمد داوود مزمل کشته شد، شهروندان تاجیکستان دست داشتند. در این باره روز 27 مارت سال 2023 خبرگزاری روسی تاس با تکیه به اطلاعیه نشر شده در صحیفه خدمات جاسوسی طالبان در توییتر خبر داد. مزمل صبح 9 مارت در جای کارش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شد. مسئولیت آن حمله را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت. در اطلاعیه چنین گفته می شود در ولایت فاریاب عملیات برگزار کرده شد که در نتیجه آن تمام اعضای گروه دست داشته در حمله به والی ولایت بلخ دستگیر کرده شدند. در جریان این عملیات ثابت شد که اعضای این گروه شهروندان تاجیکستان بوده چند قبل برای انجام این حمله به افغانستان فرستاده شدند. خدمات جاسوسی طالبان همچنین خبر داد که در یک عملیات دیگر در ولایت بلخ 3 عضو داعش که از جمله رهبران سازمان داعش خراسان بخش افغانستانی این گروه تروریستی بودند کشته شدند. از آنها مولوی ضیاءالدین، نفر دوم داعش ابو عمر افریدی، یک عضو شورای شاخه خراسانی داعش و استاد سلمان تاجیکستانی یکی از مسئولان آموزش‌های نظامی داعش نام میبرند. درباره شخصیت استاد سلمان تاجیکستانی معلومات دیگری در دست نیست. والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ محمد داوود مزمل صبح 9 مارت سال 2023 در نتیجه یک ترکش در بنای حکومت این ولایت در مرکز ماموریه شهر مزار شریف کشته شد. بنا به گزارش رسانه‌ها یک تروریست مرگ طلب که در بدنش تسمه را با مواد ترکنده چسبانده بود خود را در قوت دائمی بنای حکومت ولایت ترکاند. همراه والی در این حمله 2 نفر دیگر هم کشته شدند. از زمان ماه اوگوست سال 2021 با حکومت در افغانستان رسیدن حرکت تندرو طالبان محمد داوود مزمل تا امروز بلند پایه‌ترین مقامات مربوط به این حرکت بود که در نتیجه سوءقصد مسلحانه کشته شد. وزارت کارهای خارجه طالبان خبر داد که هیئتی از این وزارت از کنسولگری افغانستان در خاروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت طالبان در توییتر نوشت که این سفر روز شنبه 5 حمل یا 25 مارت سال 2023 صورت گرفت و حاجی محمد موسی امیری رئیس مالی و اداره وزارت امور خارجی ریاست این هیئت را به عهده داشت. همچنین بلخی افزود که این هیئت افزون بر ارزیابی امور کنسولی خسارات رسیده به تعمیر کنسولگری را نیز بررسی نموده ارزیابی خود را به وزارت خارجه طالبان در میان گذاشته است. بنا به گفته طالبان کنسولگری افغانستان در خاروغ تاجیکستان در پی سرازیر شدن برفکوچی یا ترمه آسیب دیده است، ولی حکومت طالبان عکس و یا ویدیوی را از جریان سفر خود به ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر نکردند. سفارت افغانستان در دوشنبه که تا حال به طالبان واگذار نشده است هنوز در مورد این ادعای طالبان درباره بازدیدشان از کنسولخانه افغانستان در خاروغ چیزی نگفته است. در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز چیزی در این مورد نشر نشده است و یگان مقام رسمی تاجیکستان نیز درباره سفر طالبان اظهار نظر نکرده است. اما در همین حال بنا به نوشته شبکه افغانستان اینترنشنال سفیر حکومت پیشین افغانستان محمد ظاهر اخبر به این رسانه گفته است که این کنسولگری از 1.5 سال قبل فعالیت ندارد و تمام روابط دیپلماتی از طریق سفارت افغانستان در دوشنبه
انجام می شود. بر اثر طلمه پرقربانی که روز 15 فوریه سال 2023 به محله نوسر خسرو شهر خوروغ فرو ریخت، 15 نفر به هلاکت رسیده، چندین بنا از جمله بنای کنسولگری افغانستان نیز زیر طلمه مانده بود. 25 مارس سال 2023 گروه از طرفداران اپوزیسیون تاجیک با جمعی از شهروندان آلمان در شهر برلین پایتخت آلمان تظاهرات اعتراضی دایر کردند. تظاهرگران رهایی محبوسان سیاسی از زندانهای تاجیکستان از جمله عبدالله شمس‌الدین را که 18 ینور سال جاری از آلمان اخراج و برابر رسیدنش به دوشنبه به حبس گرفته شد طلب کردند. تظاهرات اول در نزد بنای وزارت خارجه آلمان صورت گرفت و سپس تظاهرات دوم در میدان نزد بنای بوندستاگ یا پارلمان این کشور دایر شده است. هرچند تشکیل کنندگان شماره تظاهرگران از 100 تا 150 نفر میگویند، ولی در عکس و ویدیوها شماره مردم جمع شده کمتر به نظر می رسد. فرهاد اودینایف، یکی از فعالان اپوزیسیون تاجیک، با ارسال عکس و ویدیو از جریان تظاهرات به پایگاه خبری بامداد خبر داد که تشبسکار گردجمعی اول در نزد وزارت خارجه آلمان خود شهروندان این کشور از جمله آنهایی بودند که عبدالله شمس‌الدین را می شناختند و طرفداران مخالفین آنها را همراهی کردند. گفت او. به گفته او جمعی آزادگان بدخشان که بعد سرکوب خونین اعتراضات در این ولایت مختار به اروپا پناه بردن نیز در اعتراضهای برلین اشتراک کردند. از رهبران مخالفین از جمله رئیس پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف در تاجیکستان ممنوع نیروهای مخالفین محیدین کبیری، معاون او علیم شیرزمانوف، نماینده دیگر این پیمان محمود جان فیض رحمان، رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا الهام جان یعقوب زاده در تظاهرات برلین اشتراک کردند. در شعارهای اشتراکچیان عکس‌های زندانیان چون سید عمر حسینی، محمد علی حیید، زبیدالله رازق و پسرش محمد روزی اسکندروف، زید سیدوف، الفت خانم محمد شوی و شوهر سابقش جنرال خورباش خورباشوف، منوشر خالق نظروف، چهارشنبی چهارشنبیف و فراموز ارگاشوف و دیگران دیده می شوند. یک روز قبل خبر آمد که کسی از طرفداران مخالفین در بنای سفارت تاجیکستان در برلین عکس‌های طنزآمیز پرزیدنت‌های تاجیکستان و روسیه امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین را آویزان کرده است. سبب این اعتراضات خبرهای رسما تصدیق نشده است که میگفتند امامعلی رحمان در پی اشتراک در انجمن آب سازمان ملل در نیویورک از چند کشور اروپا از جمله از آلمان نیز بازدید میکند، ولی درباره سفر امامعلی رحمان به اروپا یگان اطلاع رسمی نشر نشده است. در برابر طلب رهایی محبوسان سیاسی، یک طلب دیگر مخالفین تاجیک از دولت‌های اروپا در این اعتراضات این است که با دعوت حاکمان خودکامه به سفرهای رسمی و غیر رسمی به حکمرانی آنها مشروعیت نبخشند. مقامات تاجیکستان این اعتراضهای مخالفین تاجیک در اروپا را هنوز رسما شرح ندادند، ولی طرفداران حکومت می نویسند که اپوزیسیون دیگر در حیات سیاسی تاجیکستان نقش چشمگیری ندارد و اعتراضهایشان نیز اثری نخواهند داشت، نه به حکومت تاجیکستان و نه به تصمیم گیری حکومت‌های دولت‌های دیگر که آیا امامعلی رحمان را به کشورهای خود دعوت کنند یا نه. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان خبر داد که در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات ویژه قرقیزستان و قزاقستان در شهر المتا تشکیل کننده یک مسیر بزرگ قاچاق مواد مخدر شهروند تاجیکستان OA سال تولدش 1986 دستگیر شد. از او بیش از 100 کیلو هروئین دریافت و مصادره کردند. نرخ این مقدار مواد مخدر یافته شده در بازار سیاه 1,190,000 دلار برآورد می شود. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان، در نتیجه کارکرد طولانی عبارت از چند مرحله و تدبیرهای با مصلحت کارمندان خدمات مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر، وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی قرقیزستان و کمیته امنیت ملی قزاقستان عملیات مخصوص بین المللی جهت از بین بردن فعالیت یک سندیکات بین المللی قاچاق مواد مخدر برگزار کرده شد. این سندیکات به گفته مقامات به انتقال و فروش مقدار بزرگ مواد مخدر ساخت افغانستان از طریق قلمرو قرقیزستان مشغول بوده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در شرح نتیجه این عملیات گفت هنگام انتقال و نگهداری بیش از 100 کیلو مواد مخدر نوع هروئین در قلمرو شهر المتا تشکیل کننده این مسیر قاچاق مواد مخدر شهروند تاجیکستان OA سال تولدش 1986
دستگیر گردید. برای معاین کردن اعضای دیگر احتمالی این نرک سندیکات چاره‌بینی‌های مشترک من بعد دوام دارد. تفصیلات دیگر عملیات در الماتو که به بازداشت شهروند تاجیکستان با بیش از 100 کیلو مواد مخدر انجام یافت آورده نشده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی از آن سوی آمو به تاجیکستان و از تاجیکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره تبدیل یافته است. هر سال مقامات تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر اساساً تولید افغانستانی را مصادره می‌کنند. بنا به حساب‌ها تا 2000 زاده تاجیکستان در زندان‌های روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر با جرم‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر ادای حکم می‌کنند. یک بخش اعظم از بیش از 10,000 محبوس در زندان‌های خود تاجیکستان نیز آنها تشکیل می‌دهند که برای قاچاق مواد مخدر به دست افتادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 مارس سال 2023 خبر داد که بنا به آخرین ارزیابی‌های کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده در نتیجه زمین لرزه شب 23 مارس در عموم نزدیک 370 خانه از جمله 318 خانه در ناحیه کوهستان مشچا، 32 خانه در ناحیه رشت و 17 خانه در ناحیه نورآباد ضرر دیدند. اما کمیته گفت با آنکه شماره خانه‌های ضرر دیده دقیق‌تر شد، کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده هنوز حجم نهایی ضرر رسیده بر اثر آفت طبیعی شب 23 مارس را هنوز حساب و کتاب و نشر نکردند. یادآور می‌شویم شب 23 مارس در قلمرو تاجیکستان زمین لرزه سخت خراب آوری رخ داد که شدت آن در مرکزش نزدیک دهه پلدارک ناحیه کوهستان مشچا 5.9 بال برآورد شده بود. برای رفع عاقبت‌های این زمین لرزه یک کمیسیون جمهوری برابری سروزیر قاهی رسولزاده نیز تأسیس یافته است. خبری در ازبکستان ساختن دارویی که میتواند بیماری سرطان یا رگ را پاره تبابت کند اساس ندارد. این خبر را وزارت تندرستی ازبکستان رسما رد کرد. اخیراً الهام صادقوف رهبر پژوهشگاه فیزیک هسته‌ای اظهار داشت که عالمان این پژوهشگاه دارویی را ساختند که در ترکیبش ایزوتوپ رادیواکتیوی لوتیسی 177 و ماده انتیگن 617 داشته بیماری سرطان را در درجه چهارمش تا 99% تبابت می کند. وزارت تندرستی ازبکستان گفت چون این دارو در امریکا و کشورهای اروپا و آسیا تنها برای تشخیص و تبابت ورم پرستاتا و ورم‌های نیرواندوکرینی استفاده می شود. در اکادمی علم‌های ازبکستان گفتند که این دارو هنگام تبابت سرطان پرستات شخصان سال خورده تاثیر خوب دارد. در اطلاعیه اکادمی علم‌ها گفته می شود که همزمان مشاهده شده است که دوز 4 و 5 علاقه به متاستازها و دیگر قسمت‌های بدن نیز تاثیر تبابتی می‌رساند. در وزارت تندرستی میگویند که این دارو هنگام تبابت تن و 3 بیمار در بیمارستان ازبکستان استفاده شده در حقیقت به کم شدن منبع ورم یا متاستازها و سوزش بدن از درد کمک کرده است. اما برای استفاده هر داروی و درمان نو در عمل فرصت طولانی‌تر لازم است تا که تحقیقات گوناگون انجام داده شده خلاصه های لازم برآورده شوند. تاکید کرده است وزارت تندرستی ازبکستان. این یادم چنین تاکید کرده است که در حال حاضر در دنیا یگان داروی درمانی که از سرطان پره تبابت کند کشف نشده است. شام 26 مارس و صبح 27 مارس سال 2023 در تاجیکستان و افغانستان باز دو زمین لرزه شدتشان طبق جدول ریختر بیش از 4 بال رخ داده است. بنا به اطلاع پایگاهی که زمین لرزه های رخ داده در سراسر سیاره را لحظه به لحظه پیگیری می کند، زمین لرزه اول نیمه دوم روز 26 مارس ساعت 18:14 به وقت تاجیکستان در عمق 117 کیلومتر رخ داده. اقتدار این آفت طبیعی در مرکزش 42 کیلومتری جنوب و غرب مرکز ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان 4 بال را تشکیل داده است. اشکاشم افغانستان در آن سوی دریای پنج در روبروی اشکاشم تاجیکستان جایگیر شده است. در معلومات امین منبع صبح بر وقت 27 مارس ساعت 04:23 به وقت دوشنبه در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان باز یک زمین لرزه به عمل آمد. مرکز این زمین لرزه در 25 کیلومتری جنوب و مرکز ناحیه فرخور ولایت تخار افغانستان جایگیر شده. زمین در عمق 124 کیلومتر
با شدت 4.2 بال لرزیده است. این زمین لرزه و در پی زمین لرزه پرخسارات شب 23 مارت با مرکزش در نوحه کوهستان مشچو در شمال تاجیکستان است که به گفته مقامات این آفت طبیعی باعث ویران شدن 216 خانه از جمله 144 خانه در نوحه کوهستان مشچو، 53 خانه در نوحه رشت و 19 خانه در نوحه نورآباد شد. برای رفع عاقبت‌های این زمین لرزه کمیسیون جمهوری تحت رهبری سروزیر تاجیکستان کوخر رسولزاده تشکیل شده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. نعیم جان ددبایف که برای بدرفتاری نسبت به همسر سابقش در جستجو قرار داشت، در نتیجه برگزاری یک قطار چهاربینی‌های فوری جستجویی صحنه 24 مارت سال جاری در حدود شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیشیا دستگیر کرده شد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت ضمن پرسش دستگیر شده کردارهای اوباشانه صادر نموده خود را پورا تصدیق نموده صدقاً اظهار پشیمانی نمود. خود نعیم جان ددبایف برای شرح قضیه دسترس نیست. قبلا ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داده بود که شخصیت مردی را که یک جوانزن را لطوکوب کرده مجبوراً به ماشینش سوار کرده بود معاین کرده او را تحت جستجو قرار دادند. معلوم شده است که این ساکن پایتخت نعیم جان ددبایف در باغ روی نو با همسر سابقش مناقشه کرده او را زیر مشت و لغت گرفته است و سپس به ماشین تاکسی مجبوراً سوار کرده است. صحنه 22 مارت سال جاری در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در آن لحظه لطوکوب و مجبوراً به ماشین سوار نمودن یک جوانزن از جانب یک مرد انعکاس یافته بود. این ویدیو موج واکنش‌ها را به بار آورد و بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات میلیشیا درخواست کردند که حادثه مذکور را سنجش و نسبت به آن مرد در دایره قانون چاره اندیشی کرده شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارت سال 2023 خبر داد که طی روزهای استراحت در 3 صدمه در شهر کولوب و یک صدمه دیگر در نوحه واسه 5 نفر جان باختند. از جمله روز شنبه 25 مارت سال 2023 تخمینا ساعت‌های 15:30 راننده автомашین بارکش تمغه دولان مراد علیزاده محمد علی سال تولدش 1984 ساکن دهه زرگر شهر وحدت هنگام حرکت توسط شورای موشنگرد از سمت نوحه شمس‌الدین شوئین هنگام نزدیک شدن به حدود شهر کولاب به سبب از کار برآمدن مکانیزم ترمز ماشینش از عهده اداره نمودن نقلیات نبرآمده توسط روی محله یکم مای به سمت مقابل برآمده هنگام رسیدن در محله جمعه علی شهر کولاب به درختان سوی افکن کنار روی اتومبیلگرد مذکور برخورده است. در نتیجه نقلیات نامبرده ضرر تکنیکی برداشته راننده مراد علیزاده و مسافران داخل автомашین مودینوف نجیبالله سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه و شریپوف هلالدین سال تولدش 1994 ساکنان نوحه عینی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته به بیمارخانه دسترس کرده شدند. بعداً مودینوف و شریپوف از سبب جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتهشان در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. اینچنین شام 25 مارت سال 2023 تخمینا ساعت 18:40 راننده ماشین تمغه اوپل استرا خیرالله سفرعلی سال تولدش 1995 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد نزد فرودگاه شهر کولاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به دیوار برخورده است که در نتیجه مسافر اتومبیل مذکور یوسف اوکیم سال تولدش 1998 ساکن شهر کولاب به سلامتی جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همزمان 26 مارت سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا رسولوف رمضان سال تولدش 1993 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت دهنه به سمت شهر کولاب هنگام رسیدن در جماعت دیوت زیرکی خولف جورخان سال تولدش 1950 ساکن شهر مذکور با دوچرخش به سمت بین روی اتومبیلگرد برآمده راننده автомашین مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با قسم پیش автомашینش به دوچرخه مذکور برخورده است. در نتیجه خولف به سلامتی جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق 26 مارت سال 2023 تخمینا ساعت 04:30 راننده ماشین اوپل استرا پیروف بهادر سال تولدش 1988
ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر بختر در حدود ناحیه ووسی از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده اسوف سفرمد سال تولدش 1952 ساکن ناحیه ووسی رو که در کنار راه توسط دوچرخه حرکت میکرد پخش نموده است. در نتیجه نام برده به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه جان باخته است. اوی بین حادثه‌های مذکور تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.